بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله. السلام علیک یا فاطمة المعصومه. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. پهن شد سفره احسان همه را بخشیدی. پهن شد سفره احسان همه را بخشیدی. باز با لطف فراوان همه را بخشیدی. ابر وقتی که ببارد همه جا میبارد. رحمتت ریخت و یکسان همه را بخشیدی. گفته بودند به ما سخت نمیگیری تو، گفته بودند به ما سخت نمیگیری تو. همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی. یک نفر توبه کند با همه خو میگیری. یک نفر گشت پشیمان اما همه را بخشیدی. پس گناهکاری امروز مرا نیز ببخش خدایا. پس گناهکاری امروز مرا نیز ببخش، تو که ایام قدیم آن همه را بخشیدی. حیف از ماه تو که خرج گناهان بشود. تو همان نیمه شعبان همه را بخشیدی. قربونت برم، تو همان نیمه شعبان همه را بخشیدی. داشت کارم گره میخورد، ولی تا گفتم جان آقای خراسان همه را بخشیدی. داشت کارم گره میخورد، ولی تا گفتم جان آقای خراسان همه را بخشیدی. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی. اللهم اغفر لی به حق الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا، هم شهری های شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. هرچند هممون توفیق و حضور، ما از نزدیک شما از دور، البته که دلتون از ما نزدیکتره، در حرم حضرت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و زائرشون هستیم. اما چون شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین، دل هممون کربلاست. همراه با همه انبیا و اولیا و امامان و حضرت زهرا سلام الله علیها زائر از راه دورشون هستیم. انشاءالله که از ما بپذیرن این سلام رو و خیلی زود یک شب جمعه توی همین ماه مبارک
که من تجربهش رو پارسال داشتم، همه سال زیارت امام حسین میرید یه طرف، شبای ماه مبارک مثلا یه شب جمعه ماه مبارک که درهای رحمت الهی همینجوریش بازه و ماه رمضان هم باشه و شما هم برید زیارت ارباب کرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دیگه همه چی با هم جمعه. خب آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری میشه. انشالله که خیلی زود نصیب و قسمت هممون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آخر شبای ماه مبارک رمضان توی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خبرهای خوبیه، ببینین بیشتر در جریان قرار میگیرید. بسم الله. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا خیرش بده هر کسی رو که توی این ماه مبارک هر جایی داره خدمت میکنه به خلق الله عیال الله، مخصوصا کسایی که این شبا و روزها خدمت میکنن در این صحن چشم نواز و دل نواز در این بارگاه ملکوتی، و خدا توفیق بده به همه عزیزان، مخصوصا حاجای مؤمنی عزیز که این شبها نفس میزنند، صحبت میکنند برای مردم، برای زائران خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و حاج آقا میثم مطیعی عزیز که متن میخونند و مناجات میخونند. انشاءالله که هر کسی که در این مسیر قدم برمیداره، نفس میزنه، خدا به نفسش، به قدمش، به قلمش بیش از پیش برکت بده انشاءالله، به آبروی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، از جمله حاج‌های سعیدی آریه عزیز که ما هر شب بهشون زحمت میدیم. امشب هم قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان حضار زائران حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های ما مقبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. به نفس حقتون انشاءالله. ممنونم. سلامت. چه خبر؟ الهی شکر. غرق نعمتی. الحمدلله. خوش اینجا مهمونی؟ بله خوشش که از این خوشتر مگه بیشه. الحمدلله. یعنی خدا توفیق داده بتونی عبادت بکنی، بتونی در خونش بیای، بتونی سجده کنی، بتونی روزه بگیری، بتونی زیارت بیای، بتونی اون جوری که او دوست داره حداقل تلاشتو بکنی. نمیگم موفق شدن، ولی تلاششو که آدم میکنه. الهی شکر. خدای نگیر این چیزا رو، این نعمت‌های ویژه رو نگیر خدا. دل ما رو نسبت به دینت، نسبت به خودت، نسبت به اهل بیت علیهم السلام منعطف و خاشع قرار بده. الهی ما هم که داریم لذتشو میبریم دیگه. امیدوارم که فخر فوشی نباشه، ولی از اینکه این شبا و روزها حرم حضرت معصومه هستیم و سر سفره کریمه در ماه کریم بنده نواز خیلی خوش به حال شد. ان شاءالله که قدردان باشیم. شما ماه رمضان کربلا هم بودین آقا؟ بله. هم ماه مبارک
هم شب‌های قدر. عجب حالا تو خود شب‌های قدر بله مثلا کربلا فوق‌العاده است و خاطر انگیزترین حالتش اون چند دقیقه‌ایه که تا مطلع فجر مونده تو شب‌های قدر. فوق‌العاده همه کنار ذریح ایستادن، فقط هم یک دعا میشه اللهم عجل ولیک الفرج. گروه میان همه با یک ضرب آهنگ خاص فشرده وارد حرم میشی، همه بلند همه همینو میگن. دعای زیر قبه است. دیگه از این دعا بالاتر نداره. خدایا برسون مهدی فاطمه رو، برسون که شیرینی بندگی اون موقع است، کمال عقل اون موقع است. اون موقع است تازه میفهمیم آمدنم بهره چه بود و تازه اون موقع میفهمیم. آره واقعا. حالا هم شبای قدر اینو من پارسال تجربه کردم، توفیق داشتم. الانم هنوز یه بخشی از دلم حالا هم اینجاست، یه بخشش کربلا جا مونده. آره به یاد سال گذشته تو لحظات سال تحویلم اونجا همین حس بود و همه همین دعا رو میکردن. ما رمضون مکه هم یه صفای دیگه ای داره. اونو تجربه داشتیم؟ نه اونو نداشتم. حالا ما اون نمیدونم، ما روسیاهیم واقعا، ولی خدا هر کاری میکنه ما برای راست پیمنوز نمیشه. یکی از کارهایی که خدا با ما کرد همین بود که ماه شعبان و رمضانی رو ما توفیق داشتیم مکه مکرمه بودیم و مردم از جاهای مختلف. مثلا ماه رمضان ماه وحدت، به نظرم ماه همدلی و همبستگی بین مسلمان هاست. میان دور تا دور خونه خدا، مثل همین این پارچه‌هایی که میندازن برای نماز اینجا دور تا دور میندازن و پشت سر هم مردم از جاهای مختلف میان، بعد نظریاشون و اون چیزایی که میخوان افطار بکنن غذاها رو میارن. بعد یه عادتی هم دارن خیلی هاشون، من نشسته بودم غروب آفتاب اونا افطار میکنن دیگه، اون 19-20 دقیقه که ما صبر میکنیم. بنده خدایی که از یه جای دیگه اومده بود، فکر میکنم اندونزی بود، یه غذایی هم آورده بود، اصرار داشت که منم افطار کنم. حالا هنوز ما باید صبر میکردیم تا چیکار کنیم، ولی خیلی حس قشنگیه. ان شاءالله که به حق این اولین شب جمعه ماه مبارک نصیب و قسمت همه مردم بشه، اونایی که دلشون بخواد کربلا، اونایی که دلشون بخواد مدینه، اونایی که دلشون بخواد مکه مکرمه، این فضا رو درک به فضل خدا ان شاءالله. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد. تا اینجای دعای 8 صحیفه شریف سجادیه رو تبیین فرمودن در شب‌های گذشته حاج آقا. و ضعف صبر، ضعیف بودن در صبر و بردباری و شکیبایی، اینم خیلی مهمه. خب بسم الله. باز هم فدای کلام امام زین العابدین علیه السلام، این امامی که تمام دعاش هم درس زندگیش درس، همه اهل بیت علیهم السلام اینجوریه. ایشون دارن یه گوشزد میکنن، مثل مربی که میگه فلانی حواست باشه یه جاهایی این نقاطیه که اگر رعایت نکنی زمین میخوری، یا تو مبارزه شکست میخوری، یا تو اون جهاد با نفس اینجا زمین میخوری. یا مطلبی که دارن ضعف صبر، ضعف در صبوری، اون حلم، آرامش. همین اول یه تقسیم بندی عرض کنم. نوعا حلم و صبر رو بعضیا میگن مترادف با هم دیگه، یعنی یک معنا دارن. حلیم همان صبور میشود، حلم همان صبر میشود. اما بعضیا مثل آیت الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه یه تفاوتی تو این مسئله میگن صبر اونجایی است که از درون عصبانیت میکنه کسی، مثلا عصبانیت میکنه ولی هیچی نمیگی، صبوری میکنی، عکس العملی نداری. اما حلم اینه که اصلا از درون هیچ اتفاقی در تو نمیفته، هیچ تأثیری نداره. یعنی باز حلم رو بالاتر از صبر میگن. پس آدم حلیم درجهش بالاتر از آدم صبور. حالا به قول بعضی البته تو روایات ما مترادفه، هم آمده، این هم هستش. حالا این مسئله صبر که اتفاقا خیلی هم بهش توصیه شده، تواصوا بالصبر، تواصی، توصیه کنید همدیگر رو، سفارش کنید همدیگر رو به صبر. اولا تقسیم بندی داره، اینو اول مشخص کنید. اینو امام جواد علیه السلام میفرماید: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. این تقسیم بندی رو امام جواد علیه السلام: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. هر کدوم هم عرض میکنیم چه جوریه. و صبوری توش حرفه‌ای بودن میخواد، بلد بودن میخواد. این که آدم یاد بگیره تو اون لحظه‌ای که عبادتی به گردنش هست. حالا بخوام مثال راحت تر بزنم، این بچه‌ها میگن مادر منو سحر بیدار کن، میخوام با شما سحری بخورم، حالا خوابش هم میبره نمیخوره. بلند میشه صبح میگه چرا منو بیدار نکرد، منم میخوام روزه بگیرم. آقا شما اصلا تکلیف نشدی بچه من؟ نه میخوام روزه بگیرم. باش.
تا ساعت 10 و 11 صبح هم حالش خوبه. حدود ظهر که میشه سر نهار دیگه صبوریش نمیشه، طبق عادت دیگه گرسنه میشه و تمام. و حالا ما هم چیزی تکلیف که نداره، بچه است. میخوام بگم صبر در طاعت یعنی طاعت رو تا آخر به نتیجه رسوندن. حرفی در مقابل سختی طاعت اعتراض نکردن. خدایا این چه وضع روز است، حالا میگیره ها، ولی یه قوری هم میزنه. مثل کاری که حالا بخوام خودمونی تو خانواده مثال بزنم که مشهود باشه، ایشالله نباشه اینطوری. آدم یه کاری ممکنه برای مادرش هم انجام بده ها، برو نون بگیر. بابا مگه بچه دیگه نداری همش به من میگی؟ بابا خیلی سخت، نونوایی شلوغه. میره نونه رو بگیره ها، ولی قورش هم میزنه. آره، این مسئله صبوری یعنی عین تسلیم و رضا نسبت به فرمان الهی. این قسمت اول. 2 صبر در مقابل معصیت که حالا هر کدوم از اینا انشالله راه حلاش و تقویتش و اینا رو عرض میکنیم. معصیت، گناهی پیش میاد، 2 تا امری، 2 تا مسئله پیش میاد، یکیش خطاست و خلاف شرعه، یکیش هم مشروعه. حالا من این وسط نگاه میکنم ببینم اگه اون خلاف شرعه باشه سود بیشتری میبرم. آقا میخوام فلان جنس رو بفروشم، کافیه فلان قطعه رو توش قاطی بکنم، فلان جنس رو 2 جور جنس برنج 2 جور برنج بدم. خب حالا طرف 100 سال دیگه هم نخواهد فهمید، میگیره تشکرم میکنه میره، ولی خب خدا که میبینه، که گفت خدا که میبینه. خلاصه معصیت خداست. من بتونم تو اون لحظه صبوری کنم. یه دفعه یه آقای برنج فروشی بود اتفاقا به من گفت حاج آقا ما این 2 نوع برنج رو با هم دیگه قاطی میکنیم، اشکال نداره میفروشیم؟ من گفتم خب این که مشخصه، شاید سوالش چیز دیگه ایه. گفتم بابا جان منظورت اینه که میگی به مشتری دیگه آقا مثلا این 2 نوع برنج 40% اینه 60%؟ گفت نه نمیگی. باز گفتم شاید منظورش چیز دیگه ای باشه. گفتم چی روش مینویسید؟ گفت همون برنج خوبه رو که مثلا نصفش از اون برنج خوب است یا 40%، گفت اون رو می‌نویسیم خالص همون. آره. همونه دیگه، همون باید بشه. گفتم بابا جان این که حاج آقا نمیخواست، به یه بچه 10 ساله بپرس، اونی که دارم ادعا میکنم با اونی که تحویل مشتری میدم 2 تاست. این بچه 10 ساله میگه این اشکال داره. گفتش که حاج آقا نه آخه همه این کارو میکنن. ببین توجیه اگر باشه نمیتونه تحمل، دوراهی معصیته، میبینه عقب میفته از دیگران. آخ اگر تو این لحظه مال حلال رو تونستی حفظ بکنی، اگر دنبال یه مفر یه راه دور زدنی میگردیم اینجور موقع، یه کوچیک کردن معصیتی، یه آسفالت کردن جاده معصیتی. آره دنبال توجیه میکردیم. توجیه هم آدم خدا نکنه گفت به یه طرف گفتن، همسایه اومد به همسایه‌اش گفت فلانی این تناب تو به من قرض میدی من احتیاج دارم؟ گفت عذرخواهی میکنم روش ارزن پهن کردم نمیتونم بهت بدم. ارزن پهن کردم. طرف نگاه کرد گفت آقا اصلا رو تناب نمیشه ارزن پهن کرد. گفت اگه بهانه است اینم بهانه است دیگه، نمیخوام بدم نمیخوام بدم. نوعاً معصیتایی که ما گرفتار میشیم همون ارزن پهن کردن. آره الکی دارم توجیه میارم. دیروز حرف حاج آقا مجتبی رو عرض کردم، پریروز. نگو نمیتوانم بگو نمیخواهم، هممون بلدیم، هممون میتونیم، هی میخوایم بهانه بیاریم و از این حرفا. 3 صبر در مقابل مصیبت. اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی یه مصیبتی میاد من عکس العملم چیه؟ داد و فریاد و پناه بر خدا، گاهی شرک گفتن و اینا رو. حالا یه وقت کسی از دنیا میره باید باشی تو اون لحظه، از بیرون نگاه بکن. افرادی که اصلا دلش هم سوخته، مصیبت هم براش ایجاد شده، ولی کلماتی که میگه دیگه صبوری نکرده تو مشکل. حالا یه وقت مشکل از دنیا رفتن عزیزی رو دارم میگم، یه وقت مشکل مالیه، حالا مصیبت مالیه، اموال، انفس، اولاد، هر کدوم از اینها باشه. یهو آدم گیر میکنه، اون موقع از آزمایش ایمان خراب در میاد. تو ماشینا هر موقع دارن با سرعت 40-50 تا میرن که همه با هم دیگه مساوی ان. تو ترافیک که نمیتونی تقسیم بندی کیفیت ماشین بکنی که بذار تو جاده بیفته 120 تا بخواد بره، اون وقت میفهمی کدوم ماشینه پر کرده، ماشین قدرتمند داره میره هیچ هم کم نمیره. یکی دیگه میبینی کم آورد، داغون شد ماشینه. تو اون موقعیت هایی که میبینی صبوری یعنی تو اون لحظاتی که صبر نیاز داشته باشی بتونی صبوری کنی. خب این 3 قسم از صبر در طاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت رو که میفرمایید، همینجوری من فکر میکنم نمیدونم حالا بسته به روحیات آدماست یا چیه یا برای همه یه جوره، من فکر میکنم اون دومیه، یعنی صبر در معصیت یه ذره انگار کار سخت تره. حالا توضیحش رو میخوام از شما بشنوم بعد از فاصله که میگیریم برمیگردیم که آیا واقعا همینطوریه یا من اشتباه فکر میکنم.
دو اینکه اول برنامه فرمودین که صبر با حلم فرق میکنه. بله. و فرمودین آدم اهل صبر رو میگیم صبور، آدمی که اهل حلمی که اصلا اتفاقی درش نمیفته میگیم حلیم. با گفتن حلیم آدمای گرسنه و روزه‌دار یاد یه چیز دیگه هم میافتن که با شکرش خیلی خوشمزه میشه. اینجا هم هر شب سفره افطاری پهنه. من نمیدونم حلیمم تا حالا دادن یا نه، پیشنهاد میخوام بدم. البته درست کردنش کار سختیه، بنده خدا خادما میافتن تو زحمت، ولی خب حلیمم اگه بدن خوبه. یه شب درست. فقط اون شبی که میدن حتما ما رو هم خبر کنن که سر سفره باشیم. اینجا هر شب سفره کریمانه، در واقع ما یه پویشی داریم افطاری کریمانه که هم میتونید تشریف بیارید استفاده کنید، هم میتونید خودتون استفاده رسون باشین. چه جوری؟ این بخش رو تماشا کنید و برگردید. بفرمایید. همه از خدایی به سوی خدا بروید. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب برای صرفه‌جویی در وقت داریم راجع به صبر صحبت می‌کنیم که از خدا می‌خوایم خدا ما صبر بده. در دعای 8 صحیفه شریف سجادیه یاد یه چیزایی افتادم. میگن صبر خودش تلخه ولی میوه شیرینه. بعد یاد این عبارت قرآنی افتادم که واستعینوا بالصبر والصبر، یعنی صبر. بعد تفسیر کردن صبر رو به روزه. و بعد آدم خود روزه رو که میگیره سخته، ولی میگن یکی از لحظات دلچسب برای شخص روزه‌دار لحظه افطارشه که یه خرمایی میزنه به بدن، اون کام دلش و دهانش شیرین میشه، خستگی از در میره. خیلی جالبه. همینطور. اولا فرمایشی که فرمودید راجع به مسئله سختی این ستا، آیت الله شجاعی رضوان خدا بر همه گذشتگان و رفتان، چه جایی هم داشت این شب جمعه یاد کنیم از این بزرگوار. عرض شود که میفرمودن فهوای روایات ما هم همین رو میرسونه که اون دوراهی معصیت که آدم گیر میکنه. حالا یه مثال مالی من اونجا زدم، انواع و اقسام معاصی الهی هستش. تو اون دوراهی من بتونم کف نفس داشته باشم، یعنی خدایا من اون امر تو رو ترجیح میدم به امر دیگری، اگرچه امر دیگری مورد دیگر از حیث مادی و ظاهری برای من لذت بخش است، برای من سودآور است، برای من نفع آور است، ولی بازم من رضایت تو رو ترجیح میدم به رضایت دیگران. این سخته. یه وقت دارم راجع به 1000 تومان و 2000 تومان صحبت میکنم، یه وقت راجع به میلیون و میلیارده، یه وقت راجع به حب فرزنده. میدونم الان اینجا زن و بچه‌م ناراحت میشن، ولی خدا چیز دیگه ای خواسته. میدونم اینجا مسئله مالی داره، خیلی به ضررم در میاد راستشو بگم که این جنس فلان ایراد رو داره، ولی بازم مسئله خداییش رو ترجیح میدم. لذا صبر در معصیت بسیار سخته. یک مسئله دیگه هم تو صبر در معصیت داریم، این که از اون طرف شیطان بسیار قوی تو این مسئله کار میکنه. تو مسئله معصیت یعنی بسیار دنبال میکنه، بالاخص هم نفس هم شیطان دنبال میکنه که تو جهت معصیت رو پیگیری بکنی. یعنی شروع میکنه نسخ، خطبه، اینا عبارتهای قرآنیه، شروع میکنه رو فکر آدم کار کردن. خودمانیش اینه که من از مسیر حق بیرون بیام، معصیت رو نسبت بهش تمایل پیدا کنم و انجامش بدم. صبوری تو این لحظه. اما نتیجهش که فرمودید شیرینه، همینطوره. بعد از صبر ظفره، پیروزی این که من اطاعت امر خدا رو کردم.
این خیلی مسئله است. لذا نوعا تو قرآن نگاه بکنید حضرت ابراهیم علیه السلام صبوریش تو طاعت خدا چجوریه، تو طاعت خدا در مقابل اینکه اونجور اذیتش کردن انبیا و اولیاء الهی رو نگاه بکنید عزیزان، خیلی آزار دادن، خیلی اذیت کردن، ولی صبوری کردن در طاعت الهی. نتیجهش چی شد؟ اون فلاح و رستگاری و اون نتیجه گیری که اونها داشتن. تو معاصی نگاه بکنید، انواع و اقسام، حتی تو خودمون مثالاشو نگاه کنیم. اون موقعی که معصیتی رو گفتیم استغفرالله انجامش ندادیم، هنوز که هنوزه شیرینی کف نفس از اون مسئله که خدا یا من بازم تو رو ترجیح دادم. نگاه میکنی یه عمر تو ذائقه آدم هست و انشالله نباشه اینطوری، انشالله مثالش مصداق نداشته باشه. خدایی نکرده اون موقعی که یه معصیتی رو مرتکب شدیم، هنوز که هنوز یادمون میفته دیگه لذتش با ما نیست، اما شرمندگیش با ما هست، ناراحتیش با ما هست، خفتش، این که آدم نمیتونه سر بلند کنه رو به سوی خدا. چی بگم آخه؟ اون موقعی که تو گفتی من گوش نکردم به حرفت، این معصیت رو مرتکب شدن خیلی شرمندگی بعدش میاره، خیلی آزار میده آدم. میدونین یه چیزی هم هست، هم این شرمندگیه، هم این که من احساس میکنم کسی که توی این سه قسمی که فرمودین، قسم دوم که در صبر در گناه ها و معاصی اگر موفق نباشه، چجوری در اون دوتای دیگه میخواد موفق باشه ناخودآگاه؟ معصیت اینو از تمام علما بزرگان روایات اینا بپرسید، اول میگن ترک گناه انجام واجبات. اصلا دیدید اینو مقدم میکنن؟ اولی که شما بپرسید آقا من میخوام راه معنوی داشته باشم، چی داشته باشم، سلوک داشته باشم، هرچ، نگاه کنید نوع روایات و نوع کلام بزرگان. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه اتفاقا الان سر مزارشون بودن، نوعا نگاه، حتی صداهای ضبط شده اونایی که ازشون نقل میکنن، اینقدر این ترک معصیت رو روش تاکید دارن. چون منطقاً هم تو وقتی غرق در گناه و معصیت بشی، قطعاً توی اطاعت خدا، طاعت و بندگی خدا کم میاری، قطعاً تو مصیبت و بلا و سختی کم میاری. اول جان دفع شر موش کن، بعد در انبان گندم کوش کن. اول این طرفو داشته باش، حیف نشیم. صبر سوم، صبر در مصیبت ها. اینم خیلی مسئله است. بالاخره سختی، مگه میشه برای کسی سختی تو این دنیا نباشه؟ همه بالاخره یه فتنه و امتحانی دارن، اینجوری نیستش. ولی تو این سختی ها من چجوری سربلند در میام؟ من چجوری میتونم نمره خوبی بگیرم؟ این صبور بودن اولا یکی با معانست، با اینکه با کسی مصاحب و همراه باشم. شما با آدم عجول باشی، با آدمی که صبور نیست باشی، کم کم تأثیر میگیری. این بحث مصاحبت رو خیلی دقت بکنید. تو تمام شؤون اخلاقی ما یکی از مهمترین جایی که حرف میزنه، یعنی تو حسادت هم همینه، تو بحث مثلا همین صبرم همینه. با آدمی باشه که صبور نیست، زود از کوره در میره، به هم میریزه، زبانش دست خودش نیست، کم کم میبینی داری اون شکلی میشی، ادبیاتت هم اون شکلی میشه، مدل حرف زدنت مثل رانندگی آدم میمونه. کم کم بشینی کنار دستی که همش رانندگیش از کسی یاد گرفته باشی که رانندگیش بد باشه، همونطوری رانندگی میکنی. اما نه، یک مصاحبت، یاد گرفتن. این داستانهای تاریخی که برای ما از صبر بزرگان ما در طاعت ها چه سختی هایی پیغمبر کشیدن، انبیاء الهی اهل بیت علیهم السلام صبوری کردن در طاعت، در مصیبت ها، در جاهای مختلف، در معصیت ها. اینا رو اگر آدم داستاناشو بشنوه، برای خودش هم میگه من جدای از اونا نیستم. بعد حجت خداست اونجایی که آدم میگه نمیتونم، دست من نبود. یه روایت تو باب صوم براتون بخونم، شیرینه. اینایی که روز قیامت بهونه میارن واسه خدا، خدایا هوا گرم بود روزه نگرفتم، کارم سخت بود روزه نگرفتم، چی نگرفتم. اینا استدلالشون، پاسخشون جوابی نیست، کلامی نیست. روایت رو بخونم براتون، باب صوم پیداش میکنید. روایت اینه خداوند کسایی رو جلوی چش اینا میاره که تو هوای گرمتر، تو شرایط سخت‌تر، تو کار سخت‌تر بودن ولی روزشون رو گرفتن. آقا یهو دهن اینا بسته میشه، حجت برشون تمام میشه. اگه تو کارت 50 واحد سخت بود، این 70 واحد سخت بود. اگه گرما 50 درجه بود، این 60 درجه بود، ولی این گرفت. اگه سنت زیاد بود، این بیشتر بود، ولی این گرفت. اینا دیگه چیزی ندارن، حجت برشون تمام میشه. تو شرایط مساوی تو انجام ندادی.
خدا نکنه یه موقعی پیش بیاد دهنمون بسته بشه ها، سرمون پایین بیفته، دهنمون بسته بشه. این صبوری رو اگر یاد گرفتیم، اگر تونستیم طاعتمون رو به پایان برسونیم، ان شاءالله عمرمون وقتی بخواد تموم بشه، اون پرونده رو که بستن پشتش بنویسن هازا شیعة علی ابن ابی طالب. این شیعه بود، این پیرو بود، ما اینو پسندیدیم، این اونجوری که ما گفتیم عمل کرد، اعمال و رفتارش بر اساس نفسش نچید، بر اساس اون چیزی که ما دوست داریم. صفاتش رنگ و بوی زندگی، این بوی صبر داشت، بوی حلم داشت، بوی بندگی داشت، بوی صفات حمیده اخلاقی داشت که ما دوستش داریم و بهش توصیه کردیم. چقدر اصلا اینجوری از دنیا رفتنم شیرینه، آدم مهر و محبت و لبخند امیرالمؤمنین رو ببینه از دنیا بره. این یاد چی افتادم؟ بسم الله. یاد این افتادم که حالا کسی که اهل صبره، علاوه بر این که همیشه آرامش داره، هیچ وقت ناامیدی و کسالت درش نمیبینیم، همیشه امیدواره و بیقراری و اضطراب درش نمیبینیم، همه چی هم زیبا میبینه چون اهل صبره. یاد حضرت زینب افتادم، حضرت جبل الصبر. همین صورت اگر ایشون صبور نبودن بر اون سختی ها و مشقت ها، هیچ وقت نمیتونستن چنین پاسخی بدن که ما رأیت الا جمیلا. کسی میتونه این پاسخ رو بده که علاوه بر چیزهای دیگه دارای مقام صبر هم باشه و رضا؟ شاید تمام عمرمون و صبوریامون رو جمع کنیم یه لحظه ی حضرت نشه. فوق العاده است. این از زینب سلام الله علیها حجت بر همه ماست، آموزگار همه ماست که تو اوج سختی ها چیز کمی نیست به گریه آدم بخندن. دیگه مجالسش رو شنیدید دیگه، مقابل آرد روزه بشم چی بگم آخه، شما یه جایی رو بروز کردید، شب جمعه است، یه جایی رو آدم سر برادر رو ببینه، بعد صبوری کنه، بعد حرف بزنه، دفاع از دینش بکنه. اون شعرش خیلی قشنگه، گفت کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود سلام الله علیها. آره که صبوری اوست، وگرنه اون لحظات اصلا تصویرش حال آدم رو منقلب میکنه که تمام قدرت بشینه یه جا، این زن رو به این گونه تنها امام زین العابدین علیه السلام به اون صورت تو مسجد اموی، حالا باید بخونید تو تاریخ به چه صورته، رو پله های مسجد اموی نگه داشتن اینها رو، گفتن مسجد احترام داره، اینها وارد مسجد نشن. اینقدر بی‌ادبی کردن نسبت به این بزرگواران. اینقدر رزق ما بود ان شاءالله روزش رو بشنویم. ولی صبوری حضرت زینب سلام الله علیها پیام ابا عبدالله علیه السلام رو محکم رساند. امروز همه ما مدیون حضرت زینب سلام الله علیها، هممون مدیون، دینمون رو مدیون این بزرگوار هستیم. انشالله خدا ما را جزو اهل صبر قرار بده. انشالله. این گریز به روضه حضرت زینب و امام حسین در شب جمعه، شب زیارتی امام حسین، و قطره اشکی که احیانا چکیده شده رو، ثوابش رو هدیه میکنیم به روح مطهر شهید مهدی ایمانی. حالا شهید مهدی ایمانی چه کسی هست، چه عزیزی هست، تا ثانیه های دیگر متوجه میشید بعد از این بیت شعر که تقدیم کردم. عرض میکنم صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است، احترام عشق هم از احترام زینب است. بسم الله. مهدی ایمانی فردویی در سال 1362 شمسی در روستای فردوی قم دیده به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و برای تحصیل و اخذ دیپلم به شهر مقدس قم آمد. در سال 1382 خادم رسمی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها شد. او به مدت 14 سال در عرصه‌های مختلف به زائران بانوی کرامت خدمتگزاری کرد. مهدی در 23 سالگی در آذر ماه سال 1385 تشکیل خانواده داد. پس از 10 سال عشق مهدی ایمانی به اهل بیت علیهم السلام و روحیه ظلم ستیزیش موجب شد تا به صف مدافعان حرم بپیوندد.
او پس از جلب رضایت خانواده و همسر در سال 1395 داوطلبانه 2 بار به جبهه‌های نبرد با داعش در سوریه اعزام شد و نهایتاً برای بار سوم پس از دل کندن از همسر و 3 فرزند دلبندش در مهر ماه 1396 مجدداً به سوریه اعزام شد و پس از 1 ماه در منطقه دیرالزور به مقام والای شهادت نائل آمد. این شهید پس از تشییع با شکوهی در حجره شهید مفتح واقع در صحن بزرگ حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای همیشه ساکن حرم شد. سردار سرلشکر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خود این شهید مدافع حرم را به عنوان عارف ولایت مدار و سلحشور مؤمن انقلابی معرفی نمود. به روح مطهر همه شهدای عزیزمون، مخصوصا شهید آقا مهدی ایمانی عزیز، این شهید مدافع حرممون هم صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شهید زین الدین میگفتن که اگه شبای جمعه شما شهدا رو یاد بکنید، شهدان پیش حضرت ارباب امام حسین علیه السلام شما رو یاد میکنن و براتون دعا میکنن. یه بار دیگه هم یاد بکنیم از همه شهدامون با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقای سعیدی آریا این شبا دارن ما رو به کارهای سخت وامی دارن. آقا خیلی سخت صبر کردن، صبر در طاعت، صبر در مصیبت، صبر در معصیت. خود مصیبتش هم الان مردم مظلوم غزه، این زنان و کودکان بی پناه و مظلوم و در عین حال مقتدر، واقعا آدم میمونه تو کاری. چطور اینا اهل صبر و استقامتن؟ خیلی کار سختی دارن میکنن و من برای این حرفم که میگم واقعا کار سختی در هر 3 قسمش میخوام استناد کنم به این فرمایش امام صادق که ایشون فرمودن ما اهل بیت خاندان صبر و شکیبایی هستیم، ولی شیعیان ما از ما صبورترن. مثل خود من که و مردمی که احیانا الان تعجب کردن که چجوری میشه ماها از اهل بیت مثلا صبورتر باشیم. یه نفرم شنید پرسید چجوری میشه ماجرا، ایشون توضیح دادن به این دلیل که ما از پس پرده و انتهای ماجرا خبر داریم، علم آسمانی، ولی شیعیان خبر ندارن چی میشه ولی باز اهل صبرن. این نشون میده واقعا سخته. بله و اجر عجیبی هم داره. ان الله مع الصابرین، معیت خدا با خود خداست. اصلا میگن پاداش روزه‌دارانم با خود خداست چون صبر میکنن. بله صبوری. خود روزه اصلا به عنوان مصداق صبر گفته شده در ذیل همون آیه قرآن که فرمودید. تواصی به صبر، مسئله مهم توصیه به همدیگه نسبت به صبر. صبر پس یه چیزیه که با توصیه تقویت پیدا میکنه، به صراحت قرآن. یعنی از اون چیزایی که مصداق امر به معروفه. اگه تو خونه بودی یه موقعیتی پیش اومد، مسئله پیش اومد، بابا جان یه لحظه صبر کن، دخترم یه لحظه صبر بکن. حتی ما تو آموزه های صبر، حتی تو آموزه های امروزی هم هستش، میگن حتی فرزندت یه چیزی رو خواست، فوری براش تهیه نکن، بذار فردا بابا میریم میگیریم مثلا. چرا؟ یاد بگیره که همه چیز تو این دنیا با فوریت نباید اتفاق بیفته. فردا روز همین آدم ازدواج میکنه، نمیتونه فوری اون خواستشو برآورده کنه، میزنه میشکنه، همه چی رو داغون میکنه. یاد نگرفته که صبور باشه، حالا یه روزم به صبر بگذره. تواناییشو داری همون لحظه ایجادش بکنی یا فلان چیزو بخری، ولی بذار این صبوری رو فرهنگشه دیگه، آموزش بدم، فردا حالا میخرمش. یه ساعت دیگه زمان رو بتونه این تحمل و صبوری رو یاد بگیره. تواسی میخواد، چون اون لحظه‌ای که من کف نفسمو از دست دادم، کنترل خودمو از دست دادم، دیگری که اینجوری نیست. اون به من فلانی آروم باش. دیدی توی موقعیتایی که تصادف میشه، 2 نفر مثلا دعواشون میشه، یه نفر میاد میگه آقا صلوات بفرست، آقا صلوات بفرست. چی کار داره میکنه با این کارش؟ باید دعوت به صبوری، دعوت به علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به اون آرامش و اطمینان و اطمینانی که داره آرامش رو دعوت میکنه. بعد حتی من اینو از یه دوستی داشتیم که متن قشنگی مینوشت، قلم قشنگی داشت، گفت فلانی من یه وقتایی که ناراحت میشم، یه مسئله اصلا خلافشه، هر چی که پیش میاد این قلمو برمی‌دارم بنویسم، یا حالا مثلا توی تلفن میخوام یه مطلبی بنویسم، میگم صبر اینجا هم هست، آروم باش.
یهو از مسیر حق میری بیرون. اصلا نیتت امر به معروفه، نیتت کلام حقه، ولی عصبانیت همون کلام حق تو 2 تا باطل هم توش اضافه میکنه، 2 تا توهین، 2 تا تهمت، 2 تا چیز دیگه. بعد عصبانیت هم توجیه میکنه، اون حالت بی‌صبر. میگم صبوری کن، میگه خدا میذارم کنار نمینویسم، قلمو میذارم کنار نمینویسم، یه چند تا صلوات، یه چند تا چی، آروم میشم. بعد برمیدارم میگم خب اینم انصاف این بود که مثلا اینو آره نباید میگفتم ولی اینو باید میگفتم. یه وقتی بنده خدا میگم من هر موقع میخوام پیامک بزنم ناراحت میشم، پیامکو تند همه رو تایپ میکنم ولی ارسالش نمیکنم، میذارم کنار، یه 2 دقیقه به خودم فرصت میدم، صبوری، آرامش. بعد دوباره برمیدارم پیامکو میخونم. این عین جمله‌ایه که از خودش شنیدم، میگفت نوعاً متنشو ویرایش میکنم، دوباره تغییرش میدم. این چقدر صبوری مهمه. آقا ما در مورد انتظار صبوری، ما به سخت ترین صبر عالم توصیه شدیم. این هم صبوری در مدت زمانیه که زمان غیبت هست. بزرگترین صبر عالم فعلا و بزرگترین مصیبت فعلا اینه که ما امام زمانمون رو به صورت به قول اون روایت معروف خورشید پشت ابر داریم میبینیم. به همین حالته. تو روایت داره که بعضیا خسته میشن دیگه، صبرشون رو از دست میدن. پناهور خدا ایشالا اونطور نباشیم. داره که از دست میدن. تو اصول کافی باب حجت پیدا میکنید، میگن اگه بود میامد. بی صبری میکنن، اعتقادشون رو از دست میدن. ولی خوش به حال اونایی که پای صبر ایستادن پای کار امام زمانشون تا انشالله اون روزی که به چشم ظاهر ببینیمش دست به دیوار خانه کعبه بذاره انشالله. صبوری پس تو ایام غیبت هم صبوری خودش مسئله است و خیلی هم مهمه. همون جوری که خیلیا صبر رو مساویه با تنبلی و سستی و رخوت میگیرن، در انتظار امام زمانم خیلیا این انتظار رو مساویه با نشستن میدونن. درست. و دست روی دست گذاشتن. ولی حتما توضیح شما به ما یاد میده که صبر مساویه با کسالت و صبر مثلا نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست. صبر حرکت منتها. حالا توضیح بده. دستور اهل بیت علیهم السلام صبوری است. حالا همین اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن المسارعین الیه فی قضاء حوائج، باید بدوید تو کار برای امام زمانتون. بدوید، مسارعین از کلمه سرعت میاد، نه عادی بدو تو کار امام زمان. پس بالاخره ما صبوری کنیم یا المسارعین الیه. آقا منافات با هم دیگه نداره، اصلا صبرش به همینه، دویدنه. قوم حضرت موسی هم همچین برداشت اشتباهی کردن. آیه قرآنش اینه، اومدن به حضرت موسی خودت با خدای خودت برو بجنگ، ما میشینی تو خودت برو بجنگ، ما پیروز بشیم دیگه، همه مشکلات به عهده تو، ما اینجا نشستیم، کارا که درست شد بیا. مثل تصوری که بعضیا نسبت به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف دارن، ما واسط هیچ کاری نکنیم، نه امر به معروف، نه نهی از منکر، نه کار برای امام، نه هیچی، نه تبلیغ دین، هیچ. ما یه گوشه نشستیم، تو بیا همه کارا رو درست کن. خب اینو که قوم حضرت موسی هم حضرت موسی گفتن که برو با خدای خودت برو جنگ. پس چرا دیگه جنگیدن من چی میشه؟ کار کردنم المسارعین الیه فی قضاء حوائج هم لابد پاکش بکنیم از تو روایت. نه اینجوری که نیست. باید بودو هم هر چی از دستم فی قضاء حوائج، حاجت های امام زمانم، خواسته تو فارسی کلمه هم حاجت تو عربی، خواسته امام زمانم الان چی از من میخواد، چی دوست داره، نشستن یه گوشه یا حرکت کردن یا تو مسیر دین او بودن یا تو این که قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام رو رواج دادن، فرهنگ دینی رو از منکرات و بدیها و زشتیها و ظلم جلوگیری کردن. یعنی امام زمان راضیه به منکره، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه راضیه به ظلم، راضیه به این هاست، نه قضاء حوائج. اگه بیاد همین کارا رو انجام نمیده من میدوام براش انجام بدم. خدا ما رو فدای امام زمانمون قرار بده. الهی آمین. من یاد یه فرمایش نورانی از امیرالمومنین افتادم. ایشون میگن در راه رسیدن به هر نعمتی یک کلید هست، یک قفل. کلید صبر، قفل تنبلی. چقدر بلا فاصله. یعنی اینو فکر نکن که ما میگیم صبر کن برای رسیدن به نعمت، اینه که بشینی دانشگاه میخوای، نمیدونم هر موفقیتی میخوای تلاش کنی. لیس للانسان. بابا نصرت خدا
نصرت خدا هم اگر بخواد بیاد، آیه قرآنش چیه؟ ان تنصر الله ینصرکم. این شرطی، اگر نصرت کردید خدا میاد. همینجوری بشینید یه گوشه نه، نصرت الهی خدای قادر باز هم به جمله شرط ان تنصر الله بستگی داره. اون تنبلی هم من یه پرانتز کوچیک عرض بکنم، یه روایت براتون بخونم سر افطاری. اگر کسی رو دیدید تو دنیاش تنبله، به آخرتش هم امید نداشته باشید. به آخرت آدم تنبل، حالا بحثمون باز خاصه، ولی این تنبلی، ملکه تنبلی، اینم از اون شیطنت ها و نفسانیاته، بطیع بودن و تنبل بودن و اینها. انشالله خدا کمکمون کنه صداد اون پایمردی محکم استحکام داشته باشیم، تو کارمونم همینطور انشالله. میدونین داشتم به چی فکر کردم؟ اینکه صبر انگور ترش رو تبدیل به حلوا میکنه. اگر صبر کنی زبور حلوا سازم. کرم ابریشم رو تبدیل به یه پروانه قشنگ میکنه، بال در میاره پرواز میکنه. میدونین انتهای صبر رو اگر کسی میخواد تقویت بکنه، مثلا یکی از این روش‌هاش همین. بله، اصلا یکی از تقویت صبر بین افراد اینه که نتیجه صبوری رو نشونش بدی. تو اون لحظه ای که میخواد درس خوندن سخته، مگه سخت نیست آقا بودنش؟ بیشینی کتاب فلان مطالعه است، چه سخته، ولی نتیجهشو نشون بدی. حالا هر چی نتیجه بالاتر، اون صبوری شیرینتر، سختی شیرینتر میشه. تو حج که آدم میره، حج هم سخته آقا، باید این همه بگردی، نمیدونم سعی صفا و مروه داره، درس خوندن انجام یه نماز صبح مگه سخت نیست؟ هستش آقا، بیدارت بکنم فلانی، پاشو بیدار میشی، خوابت میاد، انقدرم راحت آدم بخوابه، اینا همه دیگه متعارف ذکرش. ولی سختی به خاطر کی؟ چه نتیجه‌ایه؟ جزاش دست کیه؟ من جاء بالحسنة هستش، خدا یه دونه براش بیاری فلو عشر امثالها، 10 برابر خدا میاره برات. اینایی که من نتایج خدا اینجوری بیان میکنه. صبوری کن تو سختیاش خدا. و یه چیزی هم بگم، صبر خودش سازنده است. یه چیز خودمانی عرض بکنم، شما قضاوت بکنید. اگر یکی بیاد مثلا خواستگاری دختر شما، خواهر شما بیاد بگه آقا این پسر من آمدیم خواستگاری، ایشون تو زندگیش هیچ کاری نکرده، هر چی خواسته بلافاصله ما براش فراهم کردیم، هیچ تحمل صبری رو هیچ چی نداشته. به نظرتون داره امتیاز فرزندشو میگه یا بد فرزندشو داره میگه؟ اون داره به عنوان امتیاز میگه ها، میگه من چقدر کار کردم. ولی همه ما میفهمیم این آدم خود ساخته نیست. این آدمو نمیشه روش حساب باز کرد. سختی کشیدن ها. علما و بزرگان ما، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در مسئله القدیر، اصلا این سختیایی که ایشون کشیدن در نوشتن این کتاب، شب بیداریایی کشیدن، مسافرت‌هایی که کشیدن، گرسنگی‌هایی که کشیدن، حال و هوایی که بله ثمرش هم میشه این لبخند امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه. هم صبر در علم، هم صبر در طاعت. شهید مطهری رضوان الله آره، یا دیگر بزرگان، من شنیدم توی برف تا زانو همین قوم مسیری که میخواستن بیان، یخ حوضو میشکوندن که وضو بگیرن برای نماز صبح، تو برف و یخبندان، بعد بیان مثلا حرم زیارت و این اهتمام داشتن به این انجام این مناسک. خود سختی خود ساختگی میاره. بله، اهتمام به این مسئله. اون حالت نفسانی آدم، اولا صبور وقتی آدم شد تو امتحانا خودشو نمیبازه، یاد گرفت، صبر رو امتحان کرده بود، ورزش صبر رو قبلش انجام داده بود، تو موقع قهرمانی هم پیروز میشه. اما این هم آموزه خودم و نسبت به فرزندانم نیاز داره. بلخص من میخوام بگم تواصیه به صبر شاید یکم مصداقای اصلیش از باب قو انفسکم و اهلیکم نارا، یکیش همین بچهای خود ما باشن. صبوری منو میبینن یا نه؟ اگر یه چیزی ناملایماتی تو خونه داره پیش، مشکل مالیه، مشکل هر چی، مسئله برخورد من با دیگه، میبینه من چه جوری برخورد میکنم، میبینه من نسبت به مسئله مالی چه جوری صبوری میکنم، اینم یاد میگیره برای فردای خودش. از باب عرض کردم قو انفسکم و اهلیکم، اینم دقت بکنیم، ما اطرافیان ما تکلیف ما هستن. اگه یه کسی گفتش که آقا مگه منو تو قبر اون میذارن، مگه اونو تو قبر من میذارن، اینم از اون ضرب المثلای نجس بیخوده. بله آقا ما مسئولیت ما رو تو قبر هم دیگه میذارن، سوال میکنن، اصلا فردا میشه یوم یفر المرء من اخی، یقه هم دیگه رو میگیریم، تکلیف داریم نسبت به هم دیگه. نص آیه قرآنه که مسئولیت ما رو تو قبر هم دیگه میذارن. و انفسکم و اهلیکم نارا با فعل امر عزیزان، باید نسبت به اهلتون، نسبت به دیگران بی تفاوت نباشیم. و تواصیه به صبر یکی از مصادیق بارز و مهم
امر به معروف و نهی از منکره. خیلی ممنونم آقای عزیزم، استفاده کردیم. من یادم افتاد حالا چون شب جمعه است و ما یادی از اموات میکنیم، یکی از اون جایی که باید صبر بکنیم صبر بر مصیبتی که عزیزان مندر هم تجربه میکنن و اون صبر خیلی نتایجی میتونه شیرینی میتونه داشته باشه. مثلا صبری که جبهه مقاومت از دست دادن شهید سید حسن نصرالله، صبری که به خرج دادن و خودشون رو حفظ کردن نگه داشتن، این نتایج موفقیت رو ما شاهد بودیم که میتونه این برکات رو داشته باشه. خدا به هممون توفیق بده اهل صبر و بردباری باشیم. خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. عاقبتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم. شب جمعه اول ماه مبارک حتما برای اهالی یاد خدا نفس بزنید. ما هم دعاگو هستیم اینجا نایب الزیاره‌ایم به شرط لیاقت. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدند. اللهم اغفر لی به حق الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا حق. خداحافظ. بسم الله النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مسبح النور بسم الله الذي هو مسبح النور الحمد لله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محفوظ الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفخر مشهور وبالفخر مشهور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور بالفخر مشهور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله